در خدمت یک زوج پلیس. بسم الله الرحمن الرحیم. استوار دوم ستاد علیرضا بهاری. کیانا خواجه‌وند حقوق‌بان یکم. هم وقت با هم ازدواج کردیم؟ 2 روزه. روز پنجم عروسیمون بود، روز ششم 5/1/405. محصل چی؟ محصل نرفتیم، محصل ما سر کار خدمت به مملکتمون. خب مگر چند بار قراره شما ماه حاصل داشته باشید؟ دیگه تو این وضعیت بحران و این وضعیت باید از مملکتمون دفاع کنیم. واجب‌تر مملکتمون. خانومت هم همین نظر رو داره؟ بله. ترجیح دادید تو این شرایط بیاین تو بحث تامین امنیت کمک بکنید؟ بله. گفتیم امنیت کشورمون واجب‌تره. ان شاءالله بعد از این پیروزی کشورمون ان شاءالله مرخصی هم میریم و عسل هم میریم. اونهایی که پای لانچر و هوافضا و اینا هستن، خواستتون از اونها چیه؟ خواسته ما از اونایی که همچنان پایدار دفاع کنن از مملکت، اونا لانچرها رو داشته باشن، ما هم خیابونا رو داریم. انتقام خون مردممون، رهبرمون از این اسرائیل جنایتکار و آمریکا جنایتکار بگیریم.